عیدتان مبارک، عیدتان مبارک. آقا جون دیگه وقتشه که عیدی ما یادت نره ها. من خودتو یادم نمیاد، انتظار داری عیدی تو یادم بیاد؟ برو خونتون آقا به سر. ای بابا، مهر و محبت در دیوار خانه داره چکم بکنه، کسی نیست جمعش بکنه. عمو صفدر تی عید را مبارک بابا، سال نو مبارک بابا، قربانتون برم. عید تو هم مبارک گلم، 100 سال به از این سالا. فقط عید مبارکی ما خار داشت گویا همکنون. خب باشه حسود خان، عید تو هم مبارک. همی آقا جان، دستایی که عیدی میدهند از لبهایی که تبریک عید میگویند مقدسترند. بینوایان صفحه 57 پاراگراف 6. اون موقع که ویکتور هوگو اینو نوشت دلار زیر 1000 تومن بود پسر جان. الان با این رئیس جمهور 6 کلاسه دلار هولوش 50,000 تومنه. دلار ولش کن عمو صفدر، میگم زودتر سبزی پلو با ماهی شب عید را بیار بخوریم که عیدمون عشق، قربانتون برم. آقا رو فکر کردی با این قیمت ماهی آقا جان سبزی پلو با ماهی میده بهمان بخوریم؟ یعنی شب عیدی سبزی پلو با ماهی هم نداریم؟ چرا نداریم عمو جان؟ فقط یکم ماهیش فرق میکنه. سبزی پلو با ماهی قرمز داریم. ماهی قرمز؟ از اینایی که تو تنگه؟ آره، اتفاقا اینقدر تو دلبرو خوشمزه است. حالا فعلا بیاین با این شیرینی کشمشی دهنتون رو شیرین کنین که مصرف ماهیتون کمتر شه، تا بعد ببینیم کی این آخوندا گورشون رو گم میکنن که ما یه سبزی پلو با ماهی اورجینال بزنیم. یا الله یا الله، ما اومدیم. اوه اوه اوه، صابخونه اومد. حتما باز اجارهشو میخواد. زود باشین ظرف شیرینی‌ها رو قایم کنین نبینه یه وقت. ایست، کسی از جاش تکون نخوره. هر کی به صحنه جرم دست بزنه 1 هفته به اجارش اضافه میشه. صحنه جرم؟ به به به، جمعتون جمعه. دیس شیرینی و بریز و بپاش دارین. صفدر خان، تو نمیخوای 4 ماه اجاره عقب افتادتو بدی؟ عالیه خانوم، شما که میدونید وضعیت گرونی و تورم چطور شده. دومتون گم شده. شما مگه دومم دارین؟ نه، ما بیشتر شاخ داریم، دومش ندیدیم تا حالا. تورم نه دوم. آلیه خانوم، منظور آقا صفدر اینه که گرونی کمر همه رو شکونده، دیگه پول تو جیبمون نمونده. مجید تو لای در مونده. مجید کیه؟ بازم نفر جدید اضافه کردین، کرایه‌شو ندادین. کی اسم مجید آورد؟ ما الان این خسرومونم توی این خونه اضافیه. به خدا ما مجید نداریم. دیوار کوتاه‌تر از ما گیر نیاوردی آقا جان؟ باشه، حالا صبح میای بگی برو نان تازه بگیر. اگه از رخت خواب بلند شدم جای خودتم. به درک، اگه من امشب سبزی پلو با ماهی قرمز بهت دادم بخوری جای خودتم. آقا جان شوخی کردم، بابا ظرفیت داشته باش. اصلا همین امشب میرم تو صف نانوایی نوبت بگیرم برات، خوبه؟ درست شنیدم صفدر خان، ماهی قرمز میخوای بدین بچه ها بخورن؟ من یه جا شنیدم خوردن ماهی قرمز آدم و مریض میکنه ها ننه. نه عالیه خانوم، سند معتبری براش نیست. منم بیگدار به آب نمیزنم. اول میدیمش خسرو بخوره، اگه چیزیش نشد سر پامون ما هم میخوریم. آلیا خانم، قیافه من به موش آزمایشگاهی میخوره؟ آیا همکنون؟ بلا نسبت. ای قربان مرامتان برم. موشه رو میگه بابا، تو چقدر گیجی. خب بذار ببینم شب عیدی چه شیرینی داری به این بچه ها میدی بخورن. اینا شیرینی کشمشیه. راستش شیرینی قرابیه خواستیم بگیریم، دیدم کیلوی 500,000 تومان شده. به جا شیرینی کشمشی رو برای عید عادی سازی کردیم. یکم رنگ کرم زدم بهش، از قرابیه هم جذابتر شده. عالی خانم. خدا ریشه آخوندا رو بسوزونه. بابا آجیلتونم که فقط تخمه و نخودچیه ننه. آلیا خانم مزیوتم که هیچ، ما خیلی وقت قیافه بعضی چیزا یادمون رفته. راست میگه آلیا خانم، دیروز رفته بودیم بازار، دیدم این جنسه چقدر به چشم آشنا میاد. دیدی یکی تو خیابان ببینی ولی انگار قبلا جایی دیده باشیش؟ از آقا جان پرسیدم این کیه؟ گفت پسته.
گفتم بابا لامصب چه تیپی به هم زده. نیشش تا بناگوش باز بود. انگار با 1 کیلویی 1 میلیون تومن میدانست نمیتونیم بخریمش. دیگه وقتی سیدعلی گدای روزخان میشه صاحب مملکت با این رئیس جمهورش، واسه ملت بهتر از این نمیشه که قربان تو برم. چی میگی تو؟ الهی که به زمین گرم بخورن، الهی نسلشون منقرض شننه. سدلی الهی تیکه تیکشی به حق این وقت عزیز که این وضع برای ملت ساختی. ایشالا ور بیفتی به حق 5 تن. آلیا خانم بس دیگه کشتیش. نه بابا، این آخوندا با نفرین هیچیشون نمیشه. ما تو این سال جدید یه برنامه دیگه براشون داریم، میخوایم ریشیشون از جا بکنیم. ای قربون شما جوونای جیگردار خوبم، برم من. بلنشین پاشین بیای خونه من، یه سبزی پلو با ماهی و آجیل درست حسابی بدم بخورین، جون بگیرین ننه. هورا! خدا از بزرگی کمتون نکنه آلیه خانوم. دلتون درد میکنه؟ یعنی سیری نمیخوایم بیاین؟ سیر؟ ما پیازم نیستیم. منظورم این بود که ما دعامون برای شما خیره. استوری هاتون رو شیره. خب سندش کنید بره دیگه. چی رو سند کنیم؟ بابا من گفتم ما همیشه دعامون خیره، یعنی هرچی دعا میکنیم و از درگاه الهی چیزی طلب میکنیم پیام میاد خیر. آلیا خانم حالا میشه زودتر بریم که سبزی پلو با ماهیتان سرد نشه؟ زیر پامون علف سبزیه. نمیدونم چرا چرت و پرت بگین شما، ولی بیاین بریم. اخ جون. بچه ها صداشو در نیارین، گمونم بازم اجاره رو فراموش کرد. نه خیر، فراموش نکردم. فعلا شب عیدی به خاطر این بچه ها بخشیدمت. بله. این یکی رو چه خوب شنید.